بریم ببینیم چطور میشه نوشته هامون رو واضح‌تر و قوی‌تر کرد. این مشکل خیلی است. میدونید چی میخواید بگید ولی کلمه ها اونطور که باید کنار هم نمیشینن. یه اشتباه کوچیک میتونه اعتبار شما را زیر سوال ببره. یه بررسی ساده کلی فرق ایجاد میکنه. اینا چند تا از رایج‌ترین اشتباهات هستن ولی خبر خوب اینه که درست کردنشون خیلی آسونه. اینجا فاعل سینی هست که مفرده، پس فعل هم باید مفرد بیاد. یه راه ساده داره. اگه میتونید به جای اون کلمه از هم استفاده کنید، پس باید بگید whom. یادتون باشه I فاعله، یعنی کسی که کار رو انجام میده و می مفعوله. معلوم نیست کی داشت راه میرفت. همین ابهام‌های کوچیک نوشته رو غیر حرفه‌ای نشون میده. خب، راه حل چیه؟ باید با اجزای اصلی سازنده یک جمله خوب آشنا بشیم. هر کلمه یه نقشی داره. اگه این نقشه رو بشناسیم میتونیم جمله‌های واضح‌تری بسازیم. وجه معلوم یعنی فاعل کار رو انجام میده. اینطوری مشخصه کی مسئوله و هیچ ابهامی وجود نداره. ببینید چقدر فرق دارن. ما پیشنهاد دادیم. خیلی قوی‌تر و مستقیم‌تر از پیشنهاد داده شد هست. اما داستان به همینجا ختم نمیشه. گاهی خود قوانین هم بسته به مخاطب عوض میشن. جالبه نه؟ ببینید چطور این تفاوت‌های کوچیک لحن و حس نوشته رو کاملاً عوض میکنه. حالا بیایید چند تا از این قانون‌های گرامری که شاید همیشه هم درست نباشن رو بررسی کنیم. حتما تو مدرسه به شما هم گفتن این کار اشتباهه. ولی آیا واقعاً همینطوره؟ نه، این یه قانون واقعی نیست. نویسنده‌های بزرگ همیشه این کارو میکنن. مهم اینه که جمله کامل باشه. اینم یه اشتباه رایج دیگه که خیلی‌ها نگرانشن. بریم ببینیم اصل ماجرا چیه. هدف اصلی روون بودن و طبیعی بودن نوشته است. نباید به خاطر یه قانون قدیمی جمله رو پیچیده و عجیب کنیم. خب، با این همه نکته چطور میتونیم اینا رو توی نوشته‌های خودمون به کار ببریم؟ این چند قدم ساده رو دنبال کنید تا کیفیت و تأثیر نوشتارتون فوراً بالا بره. یادتون باشه، وضوح یعنی قدرت. با نوشتار خوب ایده هاتون شنیده و فهمیده میشن. همین حالا بهش فکر کنید. این اولین قدم برای یه تغییر واقعیه.